داشتم به این فکر میکردم که چوب چطوری وارد زندگی ما آدم ها شد. حدود 10,000 سال پیش چوب وارد زندگی ما آدم ها شد که قسمت اصلی بدنه درختان و بوته هاست و کار اصلی اون رسوندن آب و مواد مغذی از ریشه به برگ درختان میشه. بشر با قطع کردن درختان غیر قابل حیات اومد چوب اونها رو جدا کرد و در مصارف چوبی و مصنوعات چوبی ازشون استفاده کرد. سلام، من فهیمه هستم، به کانال دانشمند 140 خوش اومدید. چوب برخلاف فلزات و نفت که یک روز تموم میشه به طور دائمی ازش استفاده کرد. بشر اومد از چوب برای مصارف مختلفی استفاده کرد، مثلا برای گرما، برای مصنوعات چوبی، برای کارهای هنری و حتی در بعضی جاها برای دفاع از خودش اومد از چوب استفاده کرد. اما این چوبی که ما داریم ازش حرف میزنیم یه وقتایی میتونه برای ما سمی باشه و یا عوارضی به همراه داشته باشه. مثلا چوب زبان گنجش بعد از استفاده زیاد میتونه برای ما مشکلات تنفسی به وجود بیاره، یا چوب راش که خیلی از اون استفاده میشه اما میتونه تو دراز مدت برای ما ناراحتی ریه به وجود بیاره، یا چوب افرا که توی کالاهای ورزشی ازش استفاده میشه به مرور زمان میتونه ریه ماها رو درگیر کنه. یکی دیگه از این چوب ها چوب بلوطه که میتونه دراز مدت عوارض پوستی برای ما به وجود بیاره. پس میبینیم که اگر از هر وسیله‌ای به طور درست استفاده نکنیم، به جای اینکه برای ما اتفاقهای خوب بیفته و کالاهای خوبی تولید کنه، میتونه مضر و سمی باشه. اما تمام این چیزهایی رو که ما گفتیم، این سمی بودن درختهایی که ما گفتیم، برای هر انسانی میتونه به صورت متفاوت دیده بشه. خب حالا که یه سری از این اطلاعات به دست آوردیم، میتونیم بگیم که اگر ما درست استفاده کنیم هم میتونه خیلی قابل استفاده باشه برای ما. یعنی چی؟ یعنی چوب میتونه تاثیر روانشناختی روی ما آدم ها داشته باشه. در حافظه وسایل چوبی که ما استفاده میکنیم، درختها و جنگل‌های زیادی زندگی میکنن که ما برای دیدن این درخت‌ها و جنگل‌ها مجبوریم مسیرهای طولانی رو بریم. اما وقتی که این وسایل چوبی کنار ما هستن، اون حس خوب طبیعت و درخت‌ها رو میتونه به ما تزریق کنه. لازمه بگم که چوب همیشه سمی نبوده و میتونه یه جاهای عایق گرما، عایق صدا هم باشه و این میتونه حس خوب و لذت بخشی به زندگی ما بده. به نظر من استفاده درست از چوب میتونه هم حس طبیعت رو به ما بده و هم حس خوب زندگی رو. و در آخر باید بگم رشد ما حاصل باورهای ماست. موفق و پیروز باشید.